بشنو از نی چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند. از نگهستان تا مرا ببریدن از نفیرم مرد و زن نالیدن. با ستایش و سپاس آفریدگار هستی که سرچشمه تمامی خیرات و زیبایی هاست و با درود به صاحب دلان و ارباب معرفت گفتار امروز را آغاز می‌کنیم. آدمی کاملترین موجود جهان آفرینش است که پروردگار متعال او را در بهترین وضع و احسن تقویم خلق فرموده و در کلام مجید قدرت ابداع و خلاقیت خود را در مورد خلقت این موجود شگرف و اسرارآمیز ستوده. اما این هستی به علت دوگانگی و تضادی که در نهاد خود دارد مستعد پذیرش دو گونه تأثیر است، یکی پذیرش خیر و دیگری قبول شر. عقل اگر غالب شود پس شد فزون، از ملائک این بشر در آزمون. شهوت ار غالب شود پس کمتر است، از بهائم این بشر زان کمتر است. این طرف معجون که تاج کرامت الهی زیب سر اوست، آن قابلیت و استعداد را داراست که به اوج قله فضیلت و کمال صعود نماید و به مرتبه رفیع خلیفت اللهی رسد و زمینه آن را نیز دارد که از درجه بهائم فروتر افتد و به درکات شقاوت و تیره‌بختی سقوط کند. تا کدامین غالب آید در نبرد زین دوگانه، تا کدامین برد مرد. این دو نمونه را در تمام ادوار تاریخ بشر می‌توان دید و جهان عرصه تجلی و تظاهر همین دو خصلت آدمی است که چونان سیلاب در بستر زمان جاری است. سر بعثت انبیا نیز همین است که تا آنان به مدد تعالیم خویش بشر را به سوی مراتب کمال راهنمون گردند و صفات بهیمی او را به خصلت‌های انسانی تبدیل کنند. مولانا که خود پرورده مکتب وحی است، نمونه‌های روشنی از این دو موجود را به دست می‌دهد. از جمله در داستان وزیر که سخن برگزیده امروز ماست، سیمای مخوف موجودی بدگوهر و شوربخت را تصویر می‌کند که برای وصول به اغراض پست خود دست به هر عمل رذیلانه‌ای می‌زند. اینک ماجرا را از وی می‌شود.
بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. شه وزیری داشت رهزن عشوه، او بر آب از مکر در وصلی گره. در جهودان پادشاهی ستمکار بود که از سر کینه پیروان مسیح را بی هیچ جرم و جنایتی از دم تیغ می‌گذرانید. شاه را وزیری نابکار بود که او نیز نصرانیان را دشمن می‌داشت. روزی شاه را گفت که کشتن نصارا بدینسان تو را سودی نمی‌بخشد، چرا که آنان کیش خود را از تو نهان می‌دارند و تو را بر ضمائر آنان دسترسی نیست. شاه از وزیر چاره کار می‌خواهد و آن بدکنش می‌گوید چاره آن است که تو مرا به جرم نصرانی بودن گوش و بینی ببری و فرمان دهی که در گذرگاه عام مرا بردار کنند، اما با شفاعت شفیعی از قتلم درگذر. آنگاه مرا با خواری از نزد خویش بران تا من اساس کیش مسیح را از درون منهدم سازم. گفت ای شه، گوش و دستم را ببر، بینیم بشکاف و لب از حکم مر. بعد از آن در زیر دار آور مرا، تا بخواهد یک شفاعتگر مرا. مولانا در اینجا هشدار می‌دهد که عمل وزیر زمینه است برای آگاهی که انسان فریب ظواهر اشخاص را نخورد و با درایت و آگاهی دام را از دانه باز شناسد. از این رو گوید ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. زان که صیاد آورد بانگ و صفیر، تا فریبت مرغ را آن مرغ گیر. حرف درویشان بدزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسون. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. زان که صیاد آورد بانگ و صفیر، آفریبد مرغ را آن مرغ گیر. حرف درویشان بدزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسون. کار مردان روشنی یا گرمی است، کار دونان
لقا بی شرمیت آنگاه عاجزانه و از سر نیاز به درگاه بی نیاز می‌نالد که ما را از سقوط و فرو افتادن در این دام‌های هولناکی که در هر قدم در سر راهمان گسترده است حراست فرماید. 100,000 دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان حریص بینوا دم به دم پابسته دام توییم، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم. میرهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی میرویم ای بی نیاز. دیگر بار به داستان باز میگردد و عمل ددمنشانه وزیر را برخاسته از حقد و حسد میشناسد. آن وزیرک از حسد بودش نژاد، تا به باطل گوش و بینی باد داد. شاه ستمپیشه را این حیلت خوش می آید و گوش و بینی وزیر فرومایه را می برد و سپس او را به خواری تمام ترک می کند. نصرانیان بینوا و ساده دل که او را از خویش می پندارند بر گردش جمع شده و اسرار خود را با او در میان می گذارند. دین و دل را کل به دو بسپرد خلق، پیش امر و نهی او می مرد خلق. نصرانیان را 12 امیر بود که جملگی در پیرامون وزیر گرد آمده، دل به دو سپرده، فرمانش را با جان پذیرا شدند. اعتماد جمله بر گفتار او، اقتدای جمله بر رفتار او. پیش او در وقت و ساعت هر امیر جان بدادی گر بدو گفتی بمیر. آن شوخ چشم حیلت ساز برای ایجاد خلاف و تفرقه و اختلاف در میان پیروان مسیح برای هر یک از امیران فرمان و توماری جداگانه نوشت و احکام و مسائلی را به گونه متناقض و متباین در آنها درج کرد تا بدینسان بذر اختلاف را در میان نصارا بکارد. ساخت توماری به نام هر یکی، نقش هر تومار دیگر مسلکی. حکم‌های هر یکی نوعی دگر، این خلاف آن ز پایان تا به سر. زین نمط زین نوع 10 تومار و 2 برنوشت آن دین عیسی را عدو. آن شوربخت بدگوهر چون مکر و فریب خود را به کار بست، روی از خلق نهان کرده به گوشه عزلت نشست. چون وزیر ماکر بد اعتقاد دین عیسی را بدل کرد از فساد، مکر دیگر آن وزیر از خود ببست، وعظ را بگذاشت در خلوت نشست. چون روی از خلق بپوشانی اشتیاق مردم فزونی گرفت و مشتاقانه و با التهاب از او می‌خواستند که ترک خلوت گوید و به دانان روی بنماید و از سر مهر آنان را بنوازد. اما وزیر از این کار تن می‌زد و امتناع می‌ورزید. از سر اکرام و از بهر خدا بیش از این از خود مکن ما را جدا. گفت جانم از محبان دور نیست، لیک بیرون آمدن دستور نیست. مریدان بر الحاح و اصرار می‌افزایند و دیگر بار از وزیر می‌خواهند که ترک خلوت گوید و ارادت پیشگان را با نعمت دیدار بنوازد. الله الله، این جفا با ما مکن، لطف کن امروز را فردا مکن. در اینجا مولانا از اصل داستان عنان سخن را باز می‌کشد و از محبوب مطلق و فیاض بخشنده چنین یاد می‌کند:
ما چو ناییم و نوا در ما ز توست، ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست. ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ما ز توست ای خوش صفات. ما چه باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم‌هاییم و هستی‌های ما، تو وجود مطلق و فانی نما. ما چو ناییم و نوا در ما ز تو، ما چو کوهیم و صدا در ما ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ما ز توست ای خوش صفات. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما آدم های هستی های ما، تو وجود مطلقی فانی نما. تو وجود مطلقی فانی نما. پس از اصرار و ابرام مریدان از درون خلوت آواز داد که از این پس مرا با احدی سر گفتگو نیست و به دستور عیسی مسیح معزون نیستم با کسی سخن گویم و وقت آن فرا رسیده که در ملکوت به مسیح بپیوندم، که مرا عیسی چنین پیغام کرد که از همه یاران و خویشان باش فرد. بعد از این دستوری و گفتار نیست، بعد از این با گفتگویم کار نیست. آن عنصر تبهکار یک به یک امیران نصارا را در خلوت به نزد خویش فرا خواند و به حد گفت که تنها تو جانشین و خلیفه منی و هر کس بعد از من از فرمان تو روی برتابد در دم او را هلاک ساز. و پس از این توصیه خویشتن را در خلوت بکشت و از زحمت وجود خود باز رست.
چون که خلق از مرگ او آگاه شد، بر سر قبرش قیامتگاه شد. بعد از چندی نصارا خواستار تعیین جانشین برای وی شدند. هر یک از امیران دعوی نیابت کرد، کار فتنه بالا گرفت و آن گروه با شمشیرهای آخته در هم افتادند و از هر سوی سیلاب خون روان ساختند. هر یکی را تیغ و توماری به دست در هم افتادند چون پیلان مست. 100,000 مرد ترسا کشته شد، تاج سرهای بریده پشته شد. تخمهای فتنه‌ای کو کشته بود، آفت سرهای ایشان گشته بود. این مربی بزرگ پرده از راز دردی چند برمی دارد که بشریت در طول حیات خویش با آن مواجه بوده است. نخست اینکه آدمی اگر از نظر اخلاقی سقوط کند و بر سراشیبی انحطاط افتد، ممکن است تا آنجا پیش رود که همه چیز خود را فدای امیال پست و پلید خویش سازد و اکثرا انگیزه چنین اعمالی خوی حسد است. حال عالم این چنین است ای پسر، از حسد میخیزد اینها سر به سر. دیگر اینکه برای از میان بردن هر نهضت و جماعتی، اعم از دینی و اجتماعی و سیاسی، بهترین راه ایجاد تفرقه و اختلاف است و این از آن روز که مردم غالباً فریب ظواهر را میخورند و از تعمق و تدبر قصور می‌ورزند. را به معنی کوش ای صورت پرست، زان که معنی بر تن صورت پرست. هم نشین اهل معنا باش تا هم عطا یابی و هم باشی فتا. جان بی معنی در این تن بی خلاف، هست همچون تیغ چوبین در غلاف. را به معنی کوش ای صورت پرست، زان که معنی بر تن صورت
پایان به نتیجه نهایی پرداخته انسان را برای وصول و دست یافتن به فضیلت کمال به حضور پاکان و اولیا می‌خواند و تنها راه رستگاری و فلاح را در هم صحبتی آنان می‌داند و لحظه‌ای درک حضور اولیا را از 100 سال عبادت مقرون به اخلاص برتر می‌شناسد. یک زمان هم صحبتی با اولیا بهتر از 100 سال طاعت بی ریا. مهر پاکان در میان جان نشان، دل مده الا به مهر دلخوشان. سوی ناامیدی مرو، امید هاست، سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. این غذای دل طلب از همدلی، رو بجو اقبال را از مقبلی. تا نوبتی دیگر که دست گل دیگری از گلزار معنوی مثنوی به محفل دوستداران عرفان و ادب تقدیم داریم، شما را به خدا می سپاریم. فیض حق بر شما صاحب دلان مستدام و دست علی پشت و پناهتان باد. شرح هجران و این خون جگر